شما شغلتون چیه؟ من مدل هستم و در ترکیه زندگی میکردم. یعنی الان دیگه ترکیه زندگی نمی‌کنید؟ من به خاطر کشورم و به خاطر رهبرم تصمیم گرفتم تو این شرایطی که برای ایران به وجود اومده تنها کاری که بتونم برای کشورم بکنم، تصمیم گرفتم که بیام ایران و در کنار مردم باشم. با پرسینگ اومدی اینجا چیز نمی... اینا فکر میکنن خیلی باهوشن نه؟ میگه من مدلم. از عکساشون معلومه مدلش چجوری بود. قبلا از رهبر فرار کرده رفته ترکیه به خاطر اینکه خودش لخت کنه اونجا زندگی میکرد. الانم رهبر مرده برگشته میگه من برای رهبر برگشتم کشورمون. بابا رهبر آدم مثل شما رو اعدام میکرد. الان چی شد برگشتی برای اون؟ شما باید مستقیم بره مشهد یا قم. اونجا کارت زیادتر میشه. لطفا مشهدیا و قمیا حرف من یه جای دیگه نبرین. خودتون فهمیدید من برای چه اینجوری گفتم. این اونجا کارش زیادتر میشه. من نفهمیدم اینا دنبال چیه.